در کالج آموزگاری شهر حصار روزهای درهای گشاد دایر گردید که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را کارمندان مسئول مؤسسه مذکور استقبال گرفته آنها را با فعالیت صنفخانه‌ها، مرکز تعلیمی هنرآموزی، زبان‌های خارجی، کتاب‌های الکترونی، صنفخانه‌های کامپیوتری، تالارهای ورزشی، اینچنین با شرایط‌های تحصیل در این مؤسسه شناس نمودند. این حال در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار دانشجویان از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تحصیل علم می‌نمایند. بسیاری از جوانان حاضر کسب پرشرفی آموزگاری را انتخاب کرده ایستادند و خود امروز ما شاهد بودیم که گروه تاریخچه بودند، گروه زبان آموزی روز، صنفخانه روز بود، گروه زبانی انگلیسی بود و غیره و هکذا. آنها را دیدن با خوانندگان با اطمینان کامل گفته میتونند که خوش آمد. خوب میشد که چنین واخوری ها بیشتر و بیشتر میشدن. برای کسب انتخاب کردن خوانندگان فایده مفید دارد. باید گفت که امروز در کالج آموزگاری شهر حصار 1929 نفر دانشجویان در شعبه‌های روزانه و غایبانه تحصیل میکنند که از این شمار نزدیک به 1700 نفرشان را دختران تشکیل میدهند. اینچنین در نزد مؤسسه کورس‌های کوتاه آموزشی کسب آموزی خوب برآ مانده شده است. بیشتری آموزگاران را در این مکان علم و معرفت جوانان تشکیل میدهند. تمام خوانندگانی که امروز در این چهاربینی اشتراک کرده ایستادند از شرایط کالج آموزگاری به طور وسیع با خبر شده ایستادند و هر یک خوانندگان صنف به صنف به اتاق‌های درسی آموزگاران در آمده از روند تعلیم آگاهی پیدا نموده ایستادند. طور عیان شد آن اختصاص‌هایی که به دانشجویان آموزانده می‌شود طلبات در مؤسسه‌های تعلیمی کشور بیشتر است، از جمله تیار کردن کادرهای زبان‌های دولتی، انگلیسی، روسی، اینفرماتیکا و تکنیکای کامپیوتری میباشد. چطوری که در عرفیت میگویند شنیدن که بود مانند دیدن و با چشم سری خود دیده ایستادند که امروز در کالج شرط و شرایط ها برای تحصیل آینده به صفت آموزگار کادرهای آموزگاری تیار کردن چگونه شرایط ها مهیا کرده شده است و خود ما شاهد هستیم که امروز مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار با تشبث و ابتکار و سیاست معارف پرورانه راهبر عالی کشورمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امامعلی رحمان با تمام شرایط ها برای تعلیم و تربیه نسل جوان برای تعلیم و تربیه آموزگاران آینده مهیا کرده شده است. در آخر در تالار اساسی بخوری آموزگاران کالج با خوانندگان دایر گردید. همین طور دوام روز بیش از 500 نفر داوطلبان آینده حاضر گردیده از فعالیت کالج آموزگاری شناس شدند. ماموریت کالج آموزگاری شهر حصار همه‌جانبه بهر تیار نمودن متخصصان میانه همچنین بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت شاگردان صاحب معرفت و تندرست با استعداد سعی و کوشش بیشتر نمودن یک قطار کارها را در آینده به نقشه گرفته است.